سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به یکی از بزرگترین شب‌های دنیای مد، یعنی مت‌گالای 2025. سلام، بله، رویدادی که همیشه کلی سر و صدا میکنه. دقیقاً. ولی خب ما میخوایم فراتر از اون زرق و برق فرش قرمز بریم. ببینیم اصلا چرا اینقدر مهمه و تم امسال چه داستانی پشتشه. آره، خیلی‌ها شاید ندونن ولی مت‌گالا در اصل یه رویداد خیریه است. خیلی هم مهمه برای مؤسسه لباس موزه متروپولیتن. آها، همون که النور لمبرت سالا پیش راه انداخت. بله، 1948 و خب آنا وینتور حسابی بهش پروبال داد و به شکل امروزی درآوردش. ببینید این مؤسسه بزرگترین آرشیو لباس دنیا رو داره، بیشتر از 33,000 قطعه. عجب. پس بودجه همچین جایی از کجا میاد؟ عملاً کل بودجهش از همین مت‌گالاست. برای همین بلیط‌هاش اینقدر گرونه. گفتی 75,000 دلار برای 2024؟ بله، یه همچین رقم نجومی بود. خب پس این جنبه مالیش خیلی کلیدیه. حالا بریم سراغ خود مت‌گالای 2025. تاریخش کی هست؟ طبق معمول اولین دوشنبه ماه می، یعنی 5 می 2025. مکانش هم که همون موزه هنر متروپولیتن نیویورکه. اما چیزی که امسال خیلی روش بحث میشه موضوعشه. بله، موضوع امسال فوق‌العاده، خیاطی به سبک سیاه یا سوپرلیتیو، The Black Style. خب این فوق‌العاده فقط یعنی خیاطی خیلی خوب و با کیفیت؟ نه، فقط اون. یعنی اونم هست ولی خیلی عمیق‌تره. به یه جور اعتماد به نفس، به ابراز وجود اشاره داره. مخصوصاً به پدیده‌ای به اسم دندیگرایی سیاه. دندیگرایی سیاه؟ میشه یکم بیشتر توضیح بدی؟ حتماً. ببینید از قرن 18 به این طرف خیلی وقتها افراد سیاه پوست، مخصوصاً مردان، از طریق لباس پوشیدن دقیق و شیک یه طور هویت، وقار و حتی مقاومت فرهنگی رو نشون میدادن. یعنی لباس فقط پوشش نبود، یه بیانیه بود. چه جالب. پس یه جور بازتعریف سبک در برابر شرایط سخت اجتماعی بوده. دقیقاً. و این تم از کتاب مهم مونیکا ال میلر الهام گرفته شده. نکته خیلی جالب دیگه اینه که نمایشگاه مرتبط با این تم اولین نمایشگاه اختصاصی لباس مردانه این مؤسسه تو 20 سال گذشته است. واقعاً این تمرکز روی لباس مردانه خیلی نکته مهمیه. خب این تم چطور روی کد لباس مهمونا تأثیر گذاشته؟ کد لباس رو گذاشتن خیاطی شده برای شما یا tailored for you، که خب هم به اون خیاطی دقیق اشاره داره، هم دست مهمونا و طراحا رو باز میذاره که خلاق باشن. یعنی انتظار داری چه تفسیرهایی ببینیم؟ فقط کت و شلوار شیک؟ احتمالاً خیلی فراتر از اون. شاید تفسیرهای مدرن، شاید هم ارجاعات تاریخی، مثلا به سبکایی مثل کت و شلوار زوت سوت که خودش یه نماد فرهنگی خاص بود. آها، اون کت شلوارهای خیلی گشاد و خاص دهه‌های 40 و 50. بله، باید ببینیم چه خلاقیتایی به خرج میدن. خب میرسیم به رئیسان مشترک مراسم. امسال کیا هستن؟ ترکیب جالبی هستند. کولمن دومینگو بازیگر، لوئیس همیلتون قهرمان فرمول 1، ایس براکی و فارل ویلیامز از دنیای موزیک و مد و خب آنا ونتور که همیشه هست. و رئیس افتخاری هم لبرون جیمزه، درسته؟ دقیقاً، لبرون جیمز. ببینید حضور این افراد با این پیشینه‌های متنوع خودش نشون میده چقدر سعی کردن با تم فرهنگی رویداد همسو باشن. یعنی فقط یه لیست از سلبریتی ها نیست. هر کدوم یه جوری به این داستان تعالی سیاه و تأثیرگذاری فرهنگی ربط دارن، نه؟ کاملاً. یه انتخاب هوشمندانه به نظر میاد. و این پیام تو نمایشگاه مرتبط هم ادامه پیدا میکنه. اون نمایشگاهی که گفتی از 10 می شروع میشه؟ خیاطی به سبک سیاه. تا اواخر اکتبر هم ادامه داره. توی 12 بخش تاریخ فرهنگی این سبک رو از طریق دندیگرایی بررسی میکنه. لباس، اکسسوری، نقاشی، عکس، همه چی هست. پس نمایشگاه واقعا به این شب پرزرق و برق عمق میده. اینجاست که میرسیم به اهمیت فرهنگی بزرگترش. قطعاً تمرکز روی سبک سیاه توی پلتفرم جهانی مثل مت‌گالا راستش یه اتفاق مهم و شاید یه نقطه عطف باشه. یعنی فرصتی برای به چالش کشیدن کلیشه ها؟ همینطوره و برای اینکه نشون داده بشه جامعه سیاه چقدر در شکل دهی به مد و فرهنگ نقش داشته و داره. به قول فارل ویلیامز این یه جشن برای فرهنگ و تعالی سیاهه. البته همیشه این بحثم هست که
چطور میشه این فرهنگ‌ها رو تو همچین رویدادهای نمایش داد بدون اینکه زیادی تجاری یا سطحی بشن؟ دقیقاً، این یه تعادل خیلی حساسه. باید دید چطور از پسش میان. برای شمایی که میخواید مراسم رو دنبال کنید، پوشش زنده فرش قرمز هم هست. از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا. بله، روی vogue.com، یوتیوب ووگ و شبکه‌های ای‌نیوز و پیکاک میشه دید. خب پس دیدیم که متگالای 2025 فقط یه سری لباس عجیب و غریب و عکس سلبریتی نیست. نه، اصلاً یه کاوش عمیق فرهنگیه. درباره تاریخ، هویت، مقاومت از طریق مد و سبک. یه فرصت برای درک بهتر نقش جامعه سیاه. و شاید برای شما هم جالب باشه که فکر کنید چطور یه رویداد انقدر بزرگ و تجاری میتونه همزمان هم یه فرهنگ رو جشن بگیره و هم با پیچیدگی‌های نمایندگی اون فرهنگ دست و پنجه نرم کنه. و یه نکته آخر برای فکر کردن. با توجه به اینکه گفتی دندیگرایی سیاه ریشش تو مقاومت بوده، چطور میشه مطمئن شد که نمایشش توی متگالا فقط یه ترند زودگذر نباشه و واقعا به درک و احترام عمیق‌تر این میراث کمک کنه؟ سوال مهمیه.